روانشناس سلامت چطور سردرد شما رو درمان میکنه؟ اگه مدت‌ها سردرد داری و هیچ پزشکی نتونسته مشکلت رو حل کنه، به احتمال خیلی زیاد سردرد شما عصبی یا تنشیه و اینجاست که باید به روانشناس با تخصص سلامت مراجعه کنی. اما روانشناس چطور این کار رو انجام میده؟ روانشناس کمک میکنه تا عوامل روانی و اجتماعی مثل استرس شغلی یا رابطه‌های سمیت رو شناسایی کنی. بهت کمک میکنه استرست رو با تکنیک‌های مدیتیشن و اسکن بدن کنترل و مدیریت کنی. سبک زندگیت رو بررسی و در صورتی که ناسالم باشه اصلاح میکنه. با استفاده از تکنیک‌های شناختی رفتاری، الگوهای فکری ناسالمت رو شناسایی و اصلاح میکنه. کمک میکنه توان شما برای مقابله با رویدادها افزایش پیدا کنه و بهتر بتونید اوضاع رو کنترل کنید. از چرخه معیوب درد و اضطراب پیشگیری میکنه چون همینها عاملهای مهمی برای سردردهای مزمن هستند.